خانم حکمت من دیگه شما رو نمیبینم، من دیگه شما رو نمیبینم. Sen havadarsan, binamuzsan, ne mənəsən? Değil, niye kardeş, niye? Çünkü ben burada oturmuşam komenleri okuyorum. Bunlar her yazırlar, her bir ehtiramiye elirler, tutul. Nə sikim? Nə sikim? Muşkilum var, binamuz, biz burada zəhmət çəkirik. Sən bilmirsən nə bəla başımıza gəlir, pox yeysən, yaman deyilsən. Pox yeysən, bir ehtiramçılıq eləysən, bax, mən məğzim çəmir. Bax, mənim məğzim çəmir. Mən heç də əl verməyə yoxumdur, sikdiruz. Ну давай, скажи, что не стесняйся. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه. سلام عشقله مامان، نفس مامان، چله مامان. چه سرخوشی سرحالی؟ چرا نباشم؟ خیلی هم عالیم. امروز یک مش برگ خشک از زیر بالشت پیدا کردم، ریختم تو اسفندیاری، دود دادم این بر خونه، اون بر خونه دود کرد. خشایار نمیدونی چه انرژی مثبتی تو خونه. به کائنات ورد شدم. خشم بازم از اونا بیا. تو رو خدا خشم بازم بیا. آلمانی جی یه خونده میشه، مثلا یا میشه آره می نویسن جی آ. خب حالا اون بکنه. بعد یکی از دوستای ما هست فامیلش از خواجه. منم سرگشته آیه میشه؟ آره دیگه. خیلی خارکسته است. نترسی از چیزی، کسی کونت نذاره، نخوام مالتو بدزدن، نخوام خفت کنن، نخوام ببرنت اونجا سینچین بکنن. اعوذ بالله، کس ننت مادر قهوه گاتو بخور، همونجا هفتی رو تو در بیاری. تخوار کس خفه بلندیشون مادر جنده ها رو به گلوله. خب این چه حسیه؟ این چه حسیه آقای مسئله؟ این حسه یه فرمانده است. حس من الو، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، قابل نداره. 300 تومن. من رفیق امیرم. اگر راست میگویید برای این ادعاهای خود سند و مدرک ذکر کنید. بعد شما به این چی میگین؟ ما میگیم پشکل، شما چی بهش میگین؟ ما بهش میگیم کود حیونی. معذرت میخوام جی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم حکمت، روزت مبارک. خیلی دوست داشتم ولی پیشتون باشم. حالا این کرونای بدم که نمیره منم شما رو بغل کنم و لپاتونم بکشم. اینم عکستون. لایک. دیرین. خانم حکمت من دیگه شما رو نمیبینم، من دیگه شما رو نمیبینم. خوبه؟ بذار یه عکس بگیرم برای دوست دخترم بفرستم، اون باید تایید بکنه. چی گفتی؟ چی داره برای گفتن؟ چی گفتی؟ چیزی برای گفتن نداره. لاش گوشت. امروز میخوام با یه جمله خیلی خفن مختو بزنم. نمیتونی تو. اگه تونستم چی؟ اگه تونستم شماره هم بهت میدم. خب امتحان میکنیم، برو بریم. برو. خانم ببخشید شما خیاطی؟ نه چطور؟ آخه بد جوری نگاهمو به خودت دوختی. شماره رو بنویس. خیلی محسنم.
خیلی کلیپای منو حتما ببینید. باشه. تو آزادی که بخوری. بیا کیر منو بخور. این دفعه دیگه میتونم. سلام یه لیوان شیر قهوه برای مادر می‌خواستم بدون شکر. سلام یه لیوان شیر قهوه برای مادر می‌خواستم بدون شکر. سلام یه لیوان شیر قهوه برای مادر می‌خواستم بدون شکر. سلام یه لیوان شیر قهوه برای مادر می‌خواستم. سلام مادر قهوه لیوان شیر می‌خواستم بدون شکر. رفیق یعنی مادرم. گیر و کت دالت کسک شهرام داده. داداشون رو داشته میگیری کلان. مستو گیجم منو از این وسط جمع کن. آقا غلط کردیم آقا. جوونی کردیم. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. خودم خرابی هیچ کسی این شبیه جست چیز بود معروف من زحمت میکشم. وایسا ما داریم زحمت میکشیم. چرا نمیبینیم؟ اینو باید تنها خودش جسته شد. نه اون دیگه ما راکات مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فوش میدی. محل ماشی فلوزی کلمه هاتی اون میزنه بدلاتی میگه چه کسچری گفت. مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فوش میدی. تا دیروز کسکش من همه جور بهت احترام گذاشتم کیرم تو دهن کچل کیرم تو کله کچل. No. Wait. تو آدم با استعدادی بودی. میخواستم به کمک تو دشمنان رو نابود کنم تو به اونا پیوست. اینو دیدی درسید بیست اینو پیوست. Давай, скажи что, не стесняйся. اشیرو پکولا تا فافه گلاک فقط تو کالافه. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم وقتی قهری با من با کی بگردم. تو اگه با من قهری من که آشتیم گل هر شهری عمری کاشتیم. Sparkles and champagne. VIP my section, royalty looking sexy. این شب عشقه همین امشب و داریم چرا قصه بودند و واسه فردا نداریم. داداش دیدی چی شد نزدیک بود بگیرم از بیخ کیرم گذشت. آتیش گیزه غمه چیه وقتی کلمم خودش نیزه هرچی قرار داده همون برا روی میزه بگو داری دفعه 17 آقا یه لیوان شربت تخمی. نه ببخشید خاشکی اصلا هیچ جواب برمیدارم. ببخشید شما جزو مجاهدین خلقی؟ بله خیر. نه نیستم. فدایی چی میگه پس؟ اون گاه میخوره. پس شما چی کار میکنین این روز خودت؟ من امروز بی شدت فعالم. یعنی چی؟ من ظرفا رو میشورم.
یعنی چی زبون؟ توییت میزنم. رپ نمی کنی؟ اگه ارومیه بشی رو عرس میکشم، برم تو حبس قفس بکشم. خسته هم شما پیک هستی؟ نه من پیک نیستم، من سپهرم ستونم. آخه یه ویدیو اون چیه؟ این هیچی. آخه یه ویدیو ازتون ترند شده بود، ما دیدیم که خیلی فوش داده بودین توش، پیام میرسوندین همش. فوش نمیدم، اصلا فوش بلد نیستم که. یه پیام دارم برای پارسالیپ عزیز. سلام آقای تزلو، حال شما خوبه؟ من باورم نمیشه شما رو دیدم، من فن شما، من همه آهنگای شما رو حفظم، من خیلی دوست دارم، من فنتم. بله من خیلی من زمونه بعدی شده اومدیم تو پاک میگیم یکی داره گل میکشه، این یکی داره گل میزنه، یکی داره گل میکنه، چه وضعشه آقا؟ دبیر دینی شروع خورم اون که نماز میخون برو بیرون همتون دروغ کنید بچه تو. رفیق، من به اندازه 100 گرم کوکائین دوست دارم. میدونم که کمه ولی حکمش جرمه. دیدین خانم حکمت، من دیگه شما رو نمیبینم، من دیگه شما رو نمیبینم.